اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه. بسم الله والحمد. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان عزیز برنامه آستانه، باز در روز جمعه با هم در این برنامه عائلوی یا در برنامه‌ای که اساساً در مسائل مهمی زندگی علل خصوص درون خانه ما صحبت می‌کند با هم هستیم و امروز قدم سوم را درباره رفتار همسران موفق دوام می‌دهیم، چگونه که در دو برنامه پیشتر درباره قدم اول و دوم با هم صحبت کردیم و از مسئله های مهمی دیگری که باید در حیات زن و شوهر وجود داشته باشد تا اینکه هر دو در این راه طولانی زندگی موفق گردند و فرزندان آنها نیز موفق گردند، برای آنکه فرزند اساساً تمامی پند و حکمت و این چنین تجربه روزگار را از پدر و مادر خود میگیرد و فرزندانی که در عائله های زندگی میکنند که پدر و مادر یک زندگی مشترک موفق دارند، خواه و ناخواه آن فرزندان نیز در زندگی آینده خیلی کم پیش پا میخورند. برعکس فرزندانی که در عائله هایی که پدر و مادر آنها زندگی خوب و یا گفتیم با موفق ندارند، در زندگی خود هم چون تجربه خیلی بد از زندگی پدر و مادر خود داشتند آنقدر موفق نمیشوند و یا اینکه زندگی خود را طوری میگذرانند که خیلی مانندی به زندگی پدر و مادر خود دارد. برای همین اینجا وقتی میگوییم همسران موفق، پس به این داخل میشوند فرزندان موفق هم، یعنی وقتی پدر و مادر موفق میگردند، چه در رابطه های اقتصادی و یا گفته معامله های خانوادگی و یا هر مسئله دیگری که هم باشد، فرزندان آنها نیز موفق میگردند. و یکی از قدم دیگر و یا اینکه اسباب مهمی دیگر در زندگی مشترک و یا در موفقیت در زندگی مشترک این فداکاری می باشد و فداکاری را می توانیم بگوییم از حق خود گذشت کردن و در بعضی از امورها اون چیزی که حق خود هست فدای همسر کردن. و وقتی که می بینیم که بعضی از مردها یا بعضی از زنها هرگز از حق خود گذشت کردن را برای خود قبول نمی کنند و همیشه می گویند من از حق خود هرگز گذشت نمی کنم، چی در معامله با مردم چی در معامله بین زن و شوهر، خیلی زود با هم شکست می خورند و خیلی زود زندگی آنها به یک خانه پر از جنگ و جنجال تبدیل می یابد. برای همین اینجا در ما حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم هست، حدیثی که کاملا این مسئله را به ما بیان میکند و حدیث در نسائی هست که عبدالله ابن عباس میگویند پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما گفتند الا اخبرکم برجالکم من اهل الجنه، النبی فی الجنه و الصدیق فی الجنه و الشهید فی الجنه و المولود فی الجنه و الرجل یزور اخاه فی ناحیه المصر لا یزوره الا لله عز وجل و نساؤکم من اهل الجنه الودود الولود الاعود على زوجها التي اذا غضب جاءت حتى تضع يدها في يد زوجها و تقول لا اذوق غمضا حتى ترضى. و در این حدیث که عجایب در داخلش چیزهایی هست که اگر در زندگی عملی شود انسان به درجه میرسد که شاید گفته توانیم به ایلیین. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند آیا من شما را از اهل جنت خبر دهم یا از مردهای اهل جنت خبر دهم؟ و میگویند پیامبران در جنت هستند، صدیقان تصدیق کننده های پیامبران و شریعت الله در جنت هستند، شهدا آنهایی که برای کلمه الله از دنیا رفتند در جنت هستند، المولود فی الجنه
کودک نوزاد یا کودکانی به بلاغت نرسیده مسلمانان در جنت هستند. و رجل یزور اخاه، و مردهایی که یا نفرانی که برادرشان را در یک ناحیه ها یا در یک جایهای دوردست به زیارت می روند و این زیارتشان فقط به خاطر الله هست، در جنت هستند. یعنی خیلی زیاد زیارتچی یا نفران از دوستان داریم که وقتی برای زیارت می آیند یگان مقصد خود را دارند یا یگان احتیاج به ما پیدا کردن، یگان مسئله مهمی پیدا شد که آنها از این فایده می گیرند، برای همین به دیدار بینی آمدن. اما نفرانی که فقط به خاطر اینکه من خواهر مسلمانی شما هستم یا من برادری شما هستم، به خاطر این اخوت یا خواهری و برادری به دیدار بینی شما آمدم میگویند، خیلی کم هستند. یعنی متاسفانه زیاد از زیارت ها به خاطر یگان منفعت دنیوی هست. برای همین هم پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن لا یزوره الا لله، فقط به خاطر الله وقتی به زیارت یگان برادرت و یا خواهرت را در ناحیه های دور، در اماکن دور است میروی، تو در جنت هستی. و از قسمی به برنامه ما متعلق و نساؤکم من اهل الجنه، و زنهای شما در جنت هستند. اما نه همه زنها، کدام زنها صفتش رو میگویند؟ ودود، آنهایی که همسر خود رو خیلی دوست می‌دارند. یعنی وقتی یک نفر رو جدا دوست می‌دارید، نه به او بخیلی می‌کنید، نه از پشت سر او غیبت می‌کنید، نه برای او یگان نقشه می‌کشید، توتیه می‌کنید یا چیزی دیگر می‌کنید. یعنی زنهایی که در حقیقت خالصانه یا گفتیم صمیمانه همسر خود را دوست می‌دارند. ولولود، و زنهایی که تولد می‌کنند، زیاد مادر هستند، از مادر شدن نمی‌ترسند، مثل بعضی از زنهای غرب یا بعضی از زنهایی که از غرب تاثیر گرفتن که میگویند به من 1 تا یا 2 تا کودک پس است. نه، زنهایی که زیاد فرزند به دنیا آوردن را دوست می‌دارند و برای امت خود و برای عائله خود از فرزند تولد کردن نمیترسند. الاعود علی زوجها، و زنهایی که فایده آور هستند به همسران خود. یعنی در حقیقت اگر به همین عباره پیامبر صلی الله علیه و سلم نگاه کنیم که حدیث های پیامبر بالاتر است از تمام قول نفران عائله شناس و جامعه شناس و پسیکولوگ و ببخشید روانشناس و چیز دیگر، پیامبر میگویند از زنهایی که از اهل جنت هستند نفعشان به شوهرشان میرسد. یعنی فایده اشون، خواه فایده مالی باشد، خواه فایده دستگیری های مثلا دستگیری های معنوی باشد یا اینکه در دیگر مسئله باشد، برای اون که در حقیقت زنهایی هستند که ضررشان حتی به شوهر خود از فایده اشان زیادتر است. زنهایی هستند که تمام عمر در اسراف کردن مال شوهر هستند، در زیر پا کردن حقوق شوهر، آبروی شوهر، نابود کردن حتی عائله های شوهر هستند. برای همین میگویند زنهایی که فایده اشان به شوهرشان میرسد، اینها از اهل جنت هستند. در دوامش میگویند آنی که وقتی شوهرش غضبناک شد، در روایت دیگر حتی وقتی که از شوهرش ظلم دید، که خواه و نخواه در زندگی زن و شوهری یکی به دیگر ظلم میکنیم یا میکنند، پیامبر میگویند به نزد شوهرش میرود و دست به دست شوهرش مانده میگوید لا اذوق غمضا حتی ترضا، من هرگز چشم ته نمی کنم یا اینکه من هرگز خواب نمی کنم تا اینکه از من راضی شوی. یعنی قهری شده با قهرگی تو دیگر به من ظلم کردی، تو رو چهره‌ات رو نبینم، گویان با دشنام نیو میگویند نه، اگرچه به من ظلم کردی یا ظالم تو بودی، که این رو البته به قلب خود چون به زبان آورده دیگر باز غضب زیادتر می شود، میگویند من نمی توانم خواب کنم تا زمانی که تو از من راضی باشی. و حدیث در نسائی است عزیزان. ببینید که صفت‌های زنهایی که از اهل جنت هستند، اساساً پیامبر صلی الله علیه و سلم زنهایی را گفتند که با فایده خود، با محبت خود، با از خود گذشتگی کردن، یعنی فداکاری یا از حق خود گذشتن. چون همین حدیث در روایت دیگر التی اذا ظلمت گفته آمده است، یعنی زنهایی که حتی مظلوم شوند هم در بعض مسئله ها نمیگویند که این او بود که به من ظلم کرد، این او بود که
خطاگی را کرد، بلکه میگویند نمیخواهم با همین یک خطاگی ها یا یک مشکلی های کوچک دیگر قهری باشیم، چون قهرگی که دوام یافت مشکلی هم دوام یافتن میگیرد. میگویند من نمیتوانم با این قهرگی خوب کنم. و اینجا به همین حدیث نگاه کنیم، اساساً درباره از حق خود گذشت کردن آمده است. از حق خود گذشت کردن در جنگ و جنجال هایی که گاه زن خودش حقدار است، لیکن به هر حال بعضی از مردها به گفت خودشان از پرینسپشان بر نمیگردند، ولی زن میگوید من از حق خود گذشت کردم. ولی این از حق خود گذشت کردن وقتی میگویم در جنجال های خانوادگی یا در مسئله مثلا بعضی از چیزهایی که شما عموما دوست نمی‌دارید، مثلا بعضی زن‌هایی هستن که میگوین من تحمل خواهری همسرم رو ندارم، تحمل برادری همسرم رو ندارم، تحمل مهمان هایی که خش و تباری همسرم هستن ندارم. بعضی از مردها هم میگویند مثلا من نفری هستم که برادر همسرم رو یا عائله همسرم رو تحمل ندارم، ولیکن از خود گذشت کرده یا خود گفتیم از حق خود گذشته فقط به خاطر اینکه معامله با عائله همسر خوب شود و یا اینکه گفتیم فقط به خاطر اینکه با همین مودت در خانه زیاد شود از حق خود میگذرد. برای همین این رو ما میتوانیم از حق گذشتگی گوییم این نسبت همسر و بگوییم مراسا کردن با خش و تبار، که حتی حسن بصری بزرگترین یکی از تابعین ما رضی الله عنه که همیشه قولاشون پر از حکمت است میگویند میگفتند که مدارات نصف عقل است، یعنی مراسا کردن با مردم این نصف عقل انسان است، لیکن من میگم هی العقل کله، این کلی عقل است. یعنی وقتی شما مراسا کردن میتوانید خواه با همسر خود، خواه با خش و تبار خود، خواه با خش و تبار همسر خود، خواه با همکاران خود، یعنی خواه با مردم عادی، وقتی شما مراسا کردن میتوانید به هر کمبودی که آنها دارند به این نگاه نکرده مراسا کرده میتوانید بدانید که شما خیلی انسانی با ذکاوت و با عقل هستید. و اینجا درباره از حق خود گذشتن گفتیم و یک مشکلی جدی هست که باید این رو هم یادرس کنم که از حق گذشتگی رو نباید فقط از یک طرف دید. یعنی وقتی که زن از بعضی از حق خود میگذرد و فداکاری به همسر خود میکند، شوهر هم باید در بعضی از مسئله ها فداکاری کند که فداکاری اگر از یک طرف شد این دیگر استعمار می شود، یعنی یک نفر را ببخشید همچون غلام و یا همچون کنیز استفاده کردن. زنهایی هستند که همیشه شوهر خود را در همه مسئله ها استفاده میکنند، در مسئله پول و مال پیدا کردن، در مسئله با عائله آنها خوب بودن و با عائله خودش نه، در تقریبا کل مسائل. یعنی مردهایی هستند که تمام پول پیدا کرده آنها از آن همسرشان است، یعنی تمام مناسبت های خوب آنها با همسر و یا خش و تبار همسر است. یعنی اینجا همسر خود را کاملا استفاده بری و این را فداکاری و یعنی موفقیت گفته نمی شود. برعکس این مردهای هم هستند که از زن خود همیشه استفاده کردن، خواه از پولش، خواه از مهربانیش، خواه از سلامتیش، و گویا که فقط این همسر آفریده شده است برای این مرد و برای این عائله. و زنهای هستند که پس از ازدواج کردن استراحت چی است نمیدونن، بعضی ها حتی شکمی سیر چی است نمیدونن، بعضی ها حتی نشستن با خش و تبار چی است نمیدونن، بعضی ها حتی مهربانی و تسلیت این چیزها رو نمیدونن، برای اون که بعد از ازدواج کردن کلا استفاده شدن و گویا که از حق خود گذشت کردند و این فداکاری است برای برقرار کردن عائله، برای گفتیم زندگی رو پیش بری، ولیکن این یک استعمار است، استفاده بردن یک نفر و حتی گفته میتوانیم از آزادی محروم کردن یک نفر است. برای همین وقتی میگوییم فداکاری یا میگوییم در زندگی از بعض حق خود گذرید یا از بعضی پرینسیپ های خود گفتیم تنازل کنید، همیشه نه من در همین گپم می استم گفتنه، این معنیش این نیست که اونقدر فداکاری کنیم یا گفتیم اونقدر گذشتگری کنیم که اون طرف دیگر فکر کند که ما مال او هستیم، هر طوری که میتواند از آن استفاده کند. برای همین پیامبر صلی الله علیه و سلم هم این علیک فی نفسک حقا میگویند تو خودت به خودت هم حق داری و یا اینکه این رو بدون که
بجز دیگران تو خودت هم، نفس خودت هم برای خودت عزیز است میگویند. و فداکاری رو تا اندازه نفهمیم که ما خود رو فراموش کنیم و قدر خود رو پایمال کنیم و تماما در سوی استفاده اون طرف باشیم که این گونه زنها هم هستند و این گونه مردها هم هستند. اما فداکاری چه خیلی که گفتیم به خاطر بعضی از خطاگی هایی که میدونیم که متهم آن طرف است، یا گفتیم میدونیم که جنایتکار یا خطاکار آن طرف هست، ولیکن به خاطر اینکه این جنگ و جنجال باز وسیع‌تر نشود، قهرگی زیادتر نشود، خیر اینجا خطا از من بود یا خطاگی که شما کردید من دیگر آن رو خطاگی حساب نمی کنم گفتن. یا چگونه که گفتیم در مسئله اگرچه خیش و تبار شوهر به ما ظلم کرد یا خیش و تبار زن یک مشکلی های جدی دارند، لیکن به خاطر بردوام شدن عائله با آنها مراسا کردن و با آنها رو یا گفتیم تحمل کردن، انا این رو میگویند از حق خود گذشت کردن، که عائله‌ای که در آنجا فداکاری نباشد، یک نفر به نفر دیگر در بعضی از حقهای خود گذشت نکند، آن عائله خیلی زود پاش میخورد یا خیلی زود در داخل آن عائله آنقدر بغض و عداوت میشود که همزن و همشوهر برای بجای آن که بینشان محبت و وفاداری باشد، بینشان همیشه بدخواهی و بدبینی میشود. و اینجا خیلی یکی از سخنهای خوب یا نصیحتهای بهترین ابودردا هست رضی الله عنه. ابودردا صحابی جلیل پیامبر صلی الله علیه و سلم به همسر خود میگویند اذا غضبت فردینی، یا میگویند اذا غضبت فردینی و اذا غضبت ردیتکی فاذا لم تكن هكذا، و یا اینکه و اذا لم نکن هكذا ما اسرع ما نفترق. و اینجا ابودردا به همسرشان میگویند این رو بدانید که، یا همسری عزیزم این رو بدون، اگر من غضبناک شدم یعنی خیلی در وقت غضب هستم، تو باید بیایی و مرا راضی کنی یا طرز کنی که غضبی من نه افزاید بلکه من آرام شوم. و هر زن میداند که همسرش در وقت غضب با چه چیز آرام میشد. شوهرهای یعنی اکثریت مردها سکوت را انتخاب میکنن که این چی گویم یکی از خصلت‌های عامه مردها هست که در وقت غضب بهترین چیز برایشان سکوت ماندن، آرامی در یگان جا هست، بجز بعضی از مردهای کمی بیمار که در وقت غضب یگان کس را میشکنن، یگان کس را یا یگان جای را میشکنن یا کار دیگر میکنن. برای همین میگویند اگر من غضبناک شدم تو طوری کن که من خوشحال شوم و یا حداقل غضبم نه افزاید گویم. و بر دوامش میگن اگر تو غضبناک شدی من هم کوشش میکنم که تو رو خرسند کنم و یا اینکه تو رو آرام کنم. اگر این گونه نباشیم، یعنی در وقت غضبی همدیگر و جای غضبی همدیگر رو فرو بردن برعکس غضبی همدیگر رو بیاوریم، این رو بدون که خیلی زود از هم جدا میشویم. یعنی ما میدونیم که اساساً شاید 90% طلاق ها در وقت غضبی شوهر باشه، یعنی 10% اگر در وقت آرامی بعد از تفکر و بعد از خیلی در یک مسئله فکر کردن باشد، 90%ش در وقت جنگ و جنجال، داد و فیغان، در این حالت ها شوهر زنش رو طلاق میدهد. و اساساً مشکلی در چی است؟ ببخشید حالت هایی هست که زنهایی هستند که میدانند که شوهر در درجه بالاترین غضب هست، یعنی شوهر در حالتی هست که همه چیز را به زبانش بیارد هم از آن یگان هراس ندارد، یعنی تا اندازه او غضبناک است که زبان او الان تیغ است، ولیکن به این نگاه نکرده باز غضب او را دوچند کردن میگیرند، باز یا دشنام یا چیزی دیگر یا کارهایی میکنند که غضب او برعکس زیاد شدن میگیرد. انا در این حالت دیگر شوهر بعضیشان با 100 طلاق، بعضیشان 1000 طلاق، بعضیشان از خانه میرونند، چیزی دیگر میکنند. برای همین ابودردا میگویند صحابی جلیل پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند من غضبناک شدم کاری کن که من آرام شوم، یعنی نه اینکه غضب من دوچند شود، و برعکسش تو هم غضبناک شدی من چنین میکنم. اما این گونه مردها ببخشید در جامعه ما خیلی کم هستند. یعنی مردهایی هستند که میبینن که زن غضبناک است و این رو بدونیم که عزیزان
غضب یکی از صفت‌های جدا نشدنی از انسان است. آره انسان‌های حلیم هم هستند، حلیم‌هایی که اگر به سنگ زنید هم میوه میدهند، غضب آنها خیلی خیلی کم میآید، یعنی غضبناک کردن آنها کاری آسان نیست. این بهترین اخلاق است، انسان‌هایی که غضب خود را فرو میبرند و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند انا اینها قوی هستند، قوی هایی که با مصارعه و گشتنگیری تو به قوت نیستی. انسان قوی کسایی هست که وقتی غضبش می آید آن را فرو می برد. ولی به هر حال چی گویم هم انسان وقتی که انسان است خواه و ناخواه او غضبناک می شود. بعضی ها غضبشون زود زود، بعضی ها گفتیم متوسط، بعضی ها خیلی خیلی کم کم که انسان های حلیم هستند. پس زن هم غضبناک می شود. زن چون انسان است. مردهایی هستند که تحمل غضب زن را ندارند. یعنی اگر غضبش اومد، اگر قهر کردی، صدایت بلند شد، همان روز طلاق هستی، تو رو میرونم، یا یک کاری میکنن که گویا که زن حق غضبناک شدن رو نداشته باشد، در حالی که غضب در خانه پیامبر صلی الله علیه و سلم بود، در همسران پیامبر بود، در دختری پیامبر بود. و غضبی که مثلا حتی صدای حضرت عایشه بلند شده بود و یا اینکه حفصه دختری عمر صدایشان رو گوه و همسرشان بلند میکردن، این چیزها وجود داشت و احادیث همش موجود است یا حدیث ها وجود دارد. برای همین ابو دردا میگویند تو هم غضبناک شدی من چنین میکنم. اما چگونه در وقتی غضب طرف مقابل رو آرام کرده میتوانیم؟ البته هر یک نفر طبیعت خود را دارد، یا گفتیم خاراکتر خود را دارد. زنهایی هستند که در وقت غضبشان یگانه به آنها هم صحبت نمی کنید، به حالش میمونید. زنهایی هستند که در گریه کردنشان به او کمک میکنید که گریه میکنند و آرام میشوند. زنهایی هست که با یگان هدیه، یا زنهایی هست که آنها را با محبت آرام میکنید. مردها هم، اکثریت مردها آرامی را میخوان، یعنی فقط اینکه زنک چیزی نگوید برای مرد همین کافی است. ولی بعضی مردهایی هستند که در حقیقت دستگیری با سخن که مثلا این غضب ها می رود، این چیزها هست. برای همین اینجا در وقتی غضبی همسر رو زیاد نکردن و برعکس کمک کردن که او آرام شود، در حالی که می دونیم که این چیزی آسان نیست برای ما هم برای شوهر هم. این را هم می توانیم بگوییم یکی از راه های موفق گشتن و یا با همدیگر از زندگی رو با مراسا دوام دادن می باشد. برای همین اینجا این سخنی گوهرباری ابو دردا بود که درباره غضب گفته بودند. و چیزی دیگر خواهش ها در فداکاری که بعضی از خواهش ها هست، یعنی زنهایی هستند که شوهر از آنها خواهش میکند که بجای به خانه تقویت رفتن که توی هست، خواهر من بیمار است به خانه خواهر بیماری من برم. و یا اینکه میگویند بجای اون که مثلا امروز به خانه مهمان بگویی مادری من بیمار است از پای مادری من شویم، یا اینکه میگویند من خودم بیمارم از پای من شو. و زنهایی هستند که هرگز به این راضی نمیشوند، یعنی من شرمنده میشوم، من باید بروم، من باید بگویم، یک چیزهای عادی که این یک نقطه سیاه در قلب شوهر میماند. برای همین در اینجا باید توازن کرد یا برکشیم که آیا کدام مشکلی یا به کدامش زیادتر اهمیت دهیم. بعضی از مردهایی هستند که با مادر بیماری خود هستند و همسر آنها در رقص و در توی و در بازار است، یعنی تا اندازه به انصافی که این رو البته گفته می توانیم زنهای به انصاف. یا برعکس زنهایی هستند که به شوهر خود التجا میکنند که من پدر بیمار دارم، من همین روز مهمانی که در خانه هست نمیخواهم، یا جایی که شما توی دارید یا چیز دیگر دارید نمیخواهم، من میخواهم به نزد پدر بیمارم روم. اینجا مرد به این چیز اجازه نمیدهد. یعنی در این حالت ها باید از حق خود گذشت کنیم. بعضی مهمانی ها همیشه میشود، توی ها چیزهایی هست که یعنی آمده رفته میستد. زیادتر ما توی خرسندی ها، چوره بینی ها خیلی زیاد داریم. اما گاه شریک حیات شما یا بیمار است، یا یگان خویش و تبارش بیمار است، یا بیمار نباشد هم او به دستگیری نیاز دارد، او فقط به وجود شما، در نزدش بودن شما نیاز دارد. در اینجا از حق خود گذشت کردن، همان کمی خوشنودی و خرسندی ها، حتی بعضی چیزهایی کمی جدی باشد، هم وعده و عهد باشد، هم به خاطر شوهر یا به خاطر زن، اگر آن را ترک کردید، این یکی از قصه های فراموش نشدنی در ذهن همسر می شود. و به یاد داریم قصه دختر پیامبر رو که پیامبر صلی الله علیه و سلم حتی در غزوه
بدر به عثمان ابن عفان گفته بودند که تو به جنگ نرو، در حالی که ما میدونیم مرتبه یا گفتیم شهدا به چی چیز نائل می شوند، مجاهدین راه الله به چی چیز نائل می شوند، ولی میگویند همسرت بیمار است، همراه همسرت دخترم رقیه بمان. و پیامبر صلی الله علیه و سلم این را به عثمان میگویند و عثمان ابن عفان میگویند پس من همراه همسر بیمارم میمونم، اگرچه در آن وقت حتی صحابه های کوچک 13 ساله و 14 ساله جان میزدند که همراه پیامبر در غزوه باشند. و حضرت عثمان میگویند پس من به خاطر همسرم و به خاطر وصیت پیامبر همراه همسرم میمونم. یعنی این یک فداکاری بود و فداکاری های حضرت خدیجه که آخر و پایان ندارد، از دستگیری کردن با مال و از دستگیری کردن با همنشینی و همان 3 سالی که پیامبر صلی الله علیه و سلم دور از شهر در گرسنگی همراه بعضی از مسلمان ها در سال مقاطعه مشرکین زندگی کردند، حضرت خدیجه با آن آبرو و با آن پول و با آن مقامی که در بین اهل مکه داشتند، همه چیزی خود را ترک کردند و گفتند هر کجایی که همسر من باشد من هم همراه او هستم و همراه پیامبر 3 سال حتی برگ درخت خوردند. و بعضی از مورخین میگویند سبب اساسی مرگ خدیجه این گرسنگی های پی در پی بود که در آخر عمرشان به سر ایشان و دیگر مسلمان ها آمد. پس بیایید از خود گذشتگی کردن، فداکاری کردن را یاد بگیریم. این انسان هایی که فداکار هستند و آنهایی که یعنی به خاطر نیکی کردن به نفره و به خاطر حتی پدر و مادر، به خاطر همسر، به خاطر فرزند فداکاری میکنند، الله هرگز اجر محسنین را ضایع نمی کند و علل خصوص در زندگی مشترک این یک ریسمانی قوی می شود که همسر نه زن نه شوهر این فداکاری رو هرگز فراموش کرده نمیتواند. و البته مسئله دستگیری در همه مسئله، یعنی وقتی ما میگویم دستگیری اینجا رو بدانیم که دستگیری فقط در مسئله اقتصادی یا با پول یا با سخنهای خوب نه، دستگیری در پیشروی. یعنی مردهایی هستند که با دستگیری آنها همسران آنها، زنهای آنها صاحب علم شدن، صاحب کسب شدن یا حداقل صاحب احترام در خانواده شدن. یعنی همسر یا شوهر نگذاشت که در خانواده او به همسر او اهانت کنند به خاطر اینکه از همسرش نمیگوییم پشتیبانی از یک انسانی خطاکار میکرد، نه، پشتیبانی از همسرش که مادر فرزندانش و مظلوم است. و زنهای هم هستند که برای دستگیری شوهر خود، برای دستگیری او چی با پول و مال باشد، چی با دستگیری با طرفگیری از همسر خود در بعضی حالتهایی که بالای او ظلم شد و یا دستگیری در پیشروی او که با کدام راه میتوانم کمک کنم همسر خود را به درجه میرسانند که شاید دیگران به این رسانیده نتوانند. و بهترین یا گفتیم بالاترین الگو در این مسئله پیامبر صلی الله علیه و سلم هستند که اساساً علم خود را به کی داده بودند؟ به همسر خود حضرت عایشه رضی الله عنها. چون حضرت عایشه را پیامبر درک کردند که هم دختره که خیلی جوان است، هم خیلی ذکاوت بالا دارد، برای همین هم محدثه اساسی ما، فقیهه اساسی ما، حتی زنی مجتهده که در بسیاری از مسئله ها با فتوای خود بالای فتوای دیگر صحابگان راجحتر فتوا دادن، این حضرت عایشه می باشند که علم خود را از پیامبر گرفته بودند. و از کجا می دانیم که پیامبر خود از خود که این نفر یک عالمه نمی شود؟ این تربیه پیامبر صلی الله علیه و سلم بود. پس وقتی شوهر می بیند که در همسرش یگان از قدرت های هست یا گفتیم و گفتی تاجیکی مهارت ها یا تالنت هایی هست که زن می تواند پیشروی کند، حتما باید در این ساحه دستگیری کند برای آن که همسر او
مادر فرزندان او هست و همیشه ما 20 ساله و 25 ساله و 30 ساله و 35 ساله نمیمونیم، 40 ساله میشویم، 50 ساله میشویم و یک عمر هست که زن اگر به علم و به سواد و به کسب باشد، هرچی او سن و سالش بالا رفته میگیرد، هرچی در او خاری یا هرچی در او چیزهای دیده میشود که دیگر قدرش پس شده میگیرد، قدرش پایان شده میگیرد. برای همین اگر خیلی مثلا مهارت در دوزندگی دارد یا بعضی ها مهارت در خواندن علم، بعضی ها مهارت در زبان آموزی، مسئله های دینی یا علم دینی رو من هرگز نمیگویم به مهارت نگاه کنید، برای آنکه آموختن حلال و حرام، شناختن پروردگار، شناختن پیامبرانش و دانستن چی چیز برای انسان موجب دوزخ و جنت می شود، این فرض است، این رو همه باید دانند. این مسئولیت اساسی پدر و مادر است که پدر و مادر فرزند خود را طرز تربیت کنند که فرزند تا حتی به بلاغت رسیدن الکی از مسئله های مهم دینی با خبر باشد. ولی چیزی که ما گفته ایستاده ایم، این بعضی از مردهای هستند که میدانند که همسر آنها خیلی مهارت دارد یا خیلی قدرت پیشرفتن دارد، ولی او را به حالش میگذارند. زن چی و خواندن چی است، زن اگر کمی پول کار کرد زبانش دراز می شود، با سخنهای جاهلانه دیگری خود، که این هم یک مسئله هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم بالاترین قدوه هستند. و اینجا وقتی میگوییم دستگیری، بدانید که دستگیری اولا شده در پیشروی است، یعنی کاری کنیم که برای آینده این زن و یا برای آینده این مرد در مسئله پیشروی او دستگیری کرده باشیم. و حضرت خدیجه هم پیامبر را خیلی دستگیری کرده بودند و دیگر همسران خود با مشورت خود، با بودن خود خیلی کمک کرده بودند. ولی مسئله در این است که مایان گمان میکنیم دیگر زن مادر شد یا دخترک دیگر ازدواج کرد، برای او یگان خیلی پیشروی ارزنده نیست یا برای او دیگر این چیز در کار نیست. و بعضی زنها حتی ببخشید تصوری در پیشروی شوهر کمی کمک کردن رو هم ندارن، یعنی اون مرد است، او دیگر همه کارش رو باید خودش کند، به من چی است، اون مرد است، اگر مرد نمی بود که دیگر چیز بود. اما گاهی هست که در زبان عربی یک مقوله خیلی زیبا است که پس هر یک مرد موفق یک زنی قوی هست، یعنی یک همسر قوی دارد که این مرد را برای موفق شدن خیلی خیلی کمک کرد. پس دستگیری رو می توانیم در پیشروی همدیگر و این چنین در مسئله های مالی، که در مسئله های مالی هم یک مسئله جدی هست. یعنی مردهایی هستند که میدانند که همسر آنها محتاج مال است، برای یا سلامتی یا برای کمک به مادر بیمارش یا پدر بیمارش، یا عموما این زن نیاز به کمک اقتصادی دارد، اما چشم میپوشند، خود را نادیده میگیرند در حالی که شرایط دارند. اگر شرایط ندارند مسئله دیگر است، اما مردهای بخیل هم زیادی هستند که شرایط دارند و همسر خود را در همین حالت یک کنار میگذارند. و بعضی از خواهرها میگویند خودت پولت را یا بکن، یا از جمله های دیگری که پدرت به تو دهد برادرت به تو دهد، چنین گپ ها هست. و البته زنهای هم کم نیستند، میدانند که مرد محتاج دستگیری هست نه محتاج طعنه. بجای این برای آن که بگویند که یک شرایطی دارد که شما محتاج هستید من به شما کمک کنم، برعکس طعنه زدن یا شکایت کردن که این به من کمک نمی کند، شوهرم به خانه خرید نمی کند را شروع می کند. و در این مسئله خواهر را یا شاگرد را در خاطر دارم، خواهرک بار در مصر بودیم، تمامی تلاواری و دیگر تمامی چیزهایی که برای هر یک زن لازم است، از لوازمات آرایشی و تلاواری و همه مجوهرات خود را برای فروش گذاشته بود بین خواهرها. و وقتی که حیرت زده پرسان شده بودم که چرا همه چیزت را برابر به فروش مانده، یگان چیزی شد، گفت شوهر من 2-3 روز است که قرض میکوبد، یعنی او میخواد یک تجارت کوچک در اینجا پیاده کند و به او پول لازم است. و من میدانم که مادرم مرا اگر فهمید که من تلاواری هایی که مادرم به من هدیه کرد یا بعضی از این چیزهایی که به من هدیه کرد اگر فروختم، مادرم خیلی خشمگین می شود. ولی من نمیتوانم وقتی من تلاواری و یا کمک کرده میتوانم در خانه نشینم با اینها و شوهر من از دیگران قرض کوبد. برای همین همش رو برای فروش ماندم تا که همسر خود را دستگیری کنم
میکنم که یکی از خواهرها گفته بود که واقعا چنین زنهای فداکار یا دستگیری کننده هنوز هم وجود داشتن که گمان میکنیم هنوز کسی مثل اینها الان خیلی خیلی کم است. برای همین دستگیری کردن را تا حدی توان، اگر دستگیری هم کردن نتوانیم، حدی اقل با طعنه زدن، با خواهش های کردن که در قدرت همسر نیست، می توانیم او را یا گفتیم در قلب او محبت پیدا کنیم که بگوید که در حالتهایی که شرایط ندارم از من چیزی طلب نمی کند، در حالتهایی که من بی پول هستم و جای طعنه و ملامت و شکایت کردن کوشش می کند که به من تا حالت یا تا چیز کمک کند. اما وقتی میگویم دستگیری، این رو هم دونید که دستگیری هم حد و حدود خود را دارد. یعنی وقتی مرد میداند که زن در یگان گناه مشغول است یا کاری را کرده ایستاده است که آن کارش خطا است، ظلم بر دیگران است، اینجا نباید این زن من است گویان طرفگیری و دستگیری کند که ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، هرگز همدیگر را در دشمنی و در گناه کمک نکنید. و این چونین در وقتی میبینید که اگر شما کمک کردید این زن با همین دیگر ظلمش زیاد شدن میگیرد. برعکس زن هم میداند که شوهر او ناحق است یا شوهر او انسانی است که آلوده گناه است. هر کمکی که به شوهر میکند گناهی او دوچند میشود. در اینجا البته گناه است که به شوهر کمک کرد. یعنی دستگیری زن و شوهر تا زمانی باید با هم باشد که در مسئله گناه نه، در مسئله اساساً کارهایی که ثواب دارد که این خیلی درجهش زیاد است و این چونین در پیشروی های عادی. اما مسئله در مسئله اگر گناه شد نباید یگان حتی فرصتی کوتاه‌ترین هم نداد که شوهر اعتماد کند که همسرم مرا دستگیری میکند یا زن دیگر بگوید که مرا شوهرم در اینجا دستگیری میکند. دستگیری در گناه هرگز جایز نیست و این هرگز برای پیشروی اگر گوییم هم برای آینده دو نفر خوب نمیشود و دستگیری رو باید بدانیم که چی حد و حدود دارد. و اینجا چیزی دیگر بود درباره اهمیت دادن به هم دیگر که یکی از مسئله های دیگری مهم در حیات موفق گشتن است. ولیکن بیایید به سوال ها میپردازم. اگر وقتمون باز باقی ماند پس در این موضوع هم کمی صحبت کرده میگذاریم و الان به قسم سوال ها می آییم. سوال یکم: همسر در روسیه باشد، در خانه شوهر فقط پدر شوهر باشد، خوشدامن نباشد، آیا جایز است که در خانه شوهر مانی نیلوفکه ها زیاد می شود؟ پیش از همه پدر شوهر محرم ابدی عروس هستند. برای همین الله می گوید و حلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، و زنهای فرزندان شما که فرزند خودتان هستند، یعنی فرزند خوانده نیستند، برای شما محرم هستند. و در سوره نور هم هست در آیت 31 که او آبائهن او آباء بعولتهن میگوید الله، یا پدر شوهر که اینها محرم هستند. برای همین پدر شوهر که محرم است اگر در نزد او باشد هیچ باکی ندارد. اما مشکلی دیگر هم هست. به هر حال بعضی از پدر شوهر یا در ما خسور میگویند یا پدر عروس میگویند هستند که جوان هستند، یعنی سن و سالشون بالا نیست و اونقدر اخلاق خوب ندارند. بعضی از خواهرها هم در این باره صحبت کردگی هستند که میگویند پدر شوهر من چشم خوب ندارد یا من نگاهی بد رو در او احساس میکنم، یا بعضی از کلمات رو از او شنیدم که کلمه هایی هستند که مثل پدر به دختر گفتنی نیست. انا اگر شما بدانید که پدر شوهر چنین یک انسان است، البته که در اونجا نایستید، نه به خاطر اون که او نامحرم است، به خاطر اینکه انسان بد است از او خود را باید دور کرد. اما گفته نه یک پیرمرد است یا انسانی خیلی خوب است، در حقیقت از حلال و حرام و از آیات هایی که عروس و پدر داماد اینها مثل پدر و دختر هستند و محرم هستند با خبر است. در اینجا اگر ماندید و فرزندهاتون هست باکی ندارد و البته اینکه خانه او جدا است، خانه شما جدا هست و شما به او فقط کمک ها در خوراک و در دیگر چیز میکنید. اما تنها به تنها اگرچه او محرم
هم باشد، هم فقط یک عروس، فقط یک خسر در یک خانه بودن البته جایز نیست. و حمل موت، حدیثی که پیامبر صلی الله علیه و آله میگن خیش و تبار شوهر به نزد عروس تنها در آمدنشان این مرگ است، این تمامی خیش و تبار است، ولیکن محرمیت باقی میماند و تنها اگر سفر کردن هیچ باقی ندارد، یا اینکه در نزد او به حجاب بودن باقی ندارد. اما گفتید که نه، انسانی بد است، او پدر شوهرم است، محرم است، انسانی بد است میدانم، البته در اینجا خود را احتیاط کنید، گناهگار نمیشوید. برای اون که اینجا خود را احتیاط کردن و یا اینکه صد و ذرایع میگویند پیشگیری کردن از مفسده می باشد. سوال دوم، مرا پدرم با دوست داشتم که از عائله کم بغل بود ندادند، به یک عائله پولدار شوهر کردم. هر روزه جنگ و تلاش، غربت پول تمام نمی شود. اینجا من در غربت، پدرم اکنون از این خبری ندارند. البته این یک مصیبت دیگری ما هست در تاجیک ها که بعضی از پدرها یا بعضی از گفتیم والدان هستند که گمان میکنند که آنقدر مالک فرزند خود هستند که او کی را انتخاب کند، دختر کی را انتخاب کند، پسر کی را انتخاب کند، و این هم حتی حق ندارد. یعنی من پدرت هستم، من کی را گفتم با همان ازدواج میکنی، در حالی که پیامبر صلی الله علیه و سلم این گونه نکاح را مردود کرده بودند. وقتی دخترک اومده گفته بود که پدری من مرا به پسر برادرش داد در حالی که راضی نیم، پیامبر گفتند در این وقت نکاحتان را ویران کن و هیچ مرد حق ندارد که به اجازه دخترکش را به شوهر دهد. این مشکلی خیلی جدی هست، ولیکن در آن وقتش خیلی باید کوشش میکردید به هر راه با یگان نفری که نصیحت به پدرتان کرد یا حتی جدا با همان پسر بچه صحبت کرده که من تو را نمیخواهم گویان اگر میدونستید که اخلاق بد دارد. ولی چیکار کنیم که این مشکلی در ما در تاجیک‌ها هست که خیلی که گفتم پدر و مادر گمان میکنند که حتی زندگی آینده فرزندی آنها را به جای فرزند انتخاب کردن آنها حق انتخاب دارند. سوال دیگر، در یک خانه 3 کلین هستیم، شوهرها، برادران مردکاری، ما هر روز گریبان کشی، چیکار کنیم نمیدونیم. حیات تاجیک خودش سخت و فسق و فساد است. پیش از همه همین مشکلی های در یک خانه 3 کلین نشستن یا کلین با خشتومن و با خسورش نشستن یا اینکه در یک خانه یک عائله کلان نشستن اساساً سبب خیلی زیاد اختلاف ها می شود. برای همین اگر به اسلام نگاه کنیم که متاسفانه بعضیا گمان میکنن این اسلام است، پیامبر صلی الله علیه و سلم به هر یک همسر خود خانه جدا ساخته بودند و به دخترکشان زینب هم که از شوهر جدا شده آمده بود، به خاطر اینکه شوهرش هنوز اسلام نآورده بود، به زینب دخترشان خانه علاهیده ساخته بودند. نگفته بودند که همسران من همش خانه دارد، در نزد آنها زندگی کنی هم می شود. یعنی پدر و مادر آنها حق بالای علل خصوص پسر دارن که پسر اول شده پیش از همسرش و پیش از فرزندانش باید حق پدر و مادرش رو رعایت کند. اما همیشه با آنها زندگی کرده، زن خود رو نزد آنها برده، با آنها 2-3 کلین در یک خانه نشستن، این به جنگ و جنجال دائمی تبدیل می شود و این مسئله رو برای حل کردن در جای ما به چیزهای دیگر می پردازن. یعنی کاش پیش از حتی ازدواج کردن فکر می کردن که عروس رو در کدام خانه جای دهیم و بهترش این است که از اول زندگی عروس و داماد خانهشان جدا باشد. پدر و مادر اگر دستگیری کنند که آنها زندگیشان با همین خوب شده می رود که در اکثریت کشورها این است. لیکن ما خیلی دوست می داریم همه در یک حولی باشیم و در آن حولی ها حتی آخران وقت در اخبارهای هم دیده ایستادیم که کشتن و سوختن و دیگر جنایت هایی را کرده ایستادند که به عقل انسان نمی گنجد. برای اون که دیگر اگر علل خصوص کلین ها بیکار باشند یا آنها به یگان چیزی مشغول شدنیشان نباشد، دیگر به جان هم دیگر می افتند و شیطان هم که همیشه بین مردم در پهن کردن عداوت و بغض می باشد. سوال دیگر، همه بدبختی از دست خشتومن است، مادرت خشتومن شود خشتومنیش را میکند. میگویند راستی جایی که خشتومن است خوشبختانه زندگی کردن مشکل است. پیش از همه سوال دهنده عزیز، خواهری که همین رو نوشتید یا هر کسی که همین رو نوشتید بدونید که شما هم خشتومن میشوید. یعنی آیا همین چیزی که شما اینجا گفتید که همه بدبختی از پسی یا به سبب خشتومن است، شما هم خشتومن شدید، عروستان همین چیز رو گفت قبول ندارید. خشتومن های بد خیلی زیاد هستند، برابر این کلین های بد هم زیاد هستند.
اینجا یعنی بدی از هر دو طرف است. خشتومن ها همه خوبن هم گفته نمی شود، عروس ها همه خوبن هم گفته نمی شود و اینجا باید برکشه مدید. اما عامی حکم کردن که همه اینها چنین است، این تماما به انصافی است، علل خصوص که خشتومن مثل شما یک زن است، یک مادر است. سوال دیگر: شوهر آیین بازی کند نکاحش ویران می شود یا نه؟ مقصد از آیین بازی یعنی بیراهگی یا گفتیم به زنا مشغول شدن باشد. هر شوهری که این کار را می کند و پشیمان است و می داند که این گناه است، به نفسش زوری کرده نمی تواند، این را نکاحش ویران نیست، اما این انسان در گناهی کبیره زندگی دارد و گناهی هم هست که از روی شریعت حکمش حتی سنگسار شدن است تا مرگ. و بجز این پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند از گناهایی که عاجلا در دنیا جزایش رو میبینی گناه همین بیراهگی یا زنا هست. لیکن شوهری که این چیز رو حلال میداند میگوید این بازی برای من حلال است، من از کسی جای ترس ندارم، و او آیت رو میخواند که از زانیت و زانی فجلدوا کل واحد منهما، آیت رو میخواند که زنا حرام است، لیکن او قبول ندارد، در اینجا نکاحتان بریده می شود، برای اون که در شریعت آن چیزی که حلال است برای حلالیش دلیل قطعی است یا حرام است و برای حرام بودنش دلیل قطعی است، کسی انکار کرد و او دلیل رو رسانید و باز انکار کرد، دیگر او مسلمان نیست. ولیکن اکثریت مردهای ما میدونن که این چیز حرام است، با وجود این به نفس خود زوری کرده نمیتوانند یا اینکه میگویند من این کار رو کرده توبه میکنم، که البته این هم گناهی بزرگ است یا گناهی کبیر است. سوال دیگر: چرا در رادیوی پیام شما کم گپ میزنید؟ بیشتر برنامه هایتان خبری، تاجیکی، روسی و ازبکی و موسیقی. پیش از همه آن چیزی که در رادیوی پیام موسیقی می رود یا موسیقی می رود من کاملا ضد آن هستم و بارها در این باره با همکاران و تاسیس دهنده های این کانال صحبت کرده بودیم. مرا شخصا هر کسی که تهمت میکند یا میگوید که شما در همین موسیقی ها هست چیزی نمیگوید، من بارها این چیز را گفتم و 100% الان هم میگویم که موسیقی حرام است با نص حدیث و آیت و نباید این شود و به این چیز یگان خیلی من رضایت یا به این چیز موسیقی بودنش چیزی نیست، هرگز گفتگی نیستم. لیکن پیام که خودش یک رادیویی هست که در داخلش اساساً اطلاعاتی است، یعنی خبرها می رود روسی، ازبکی و بعضی برنامه های فرهنگی هم دارد، برای همین فقط بر یک کانال دینی نیست. ولی شکر پروردگار که برای یک دو برنامه بنده از جمله ترازوی عمل که در روز دوشنبه می شود و این برنامه آستانه که در جمعه می شود مرا دعوت کردن که برای تاجیکان خودمان و علل خصوص فارس زبان‌های عزیز در بخارا و سمرقند و قسمی از ایران، افغانستان شما درباره دین یا برنامه‌های دینی برید که خیلی فایده میگیرن و من هم چشم گفتم و خیلی از این راضی هستم، خرسند هم هستم. اما مسئله موسیقی که در پیام است کاملا ضد آن هستم و خیلی خواهش میکنم که همین چیز را از بین ببرند، برای اون که موسیقی در شریعت ما یگان جای نیست که به آن اجازت دهیم و کاملا چیزی حرام است. ولی که شاید یگان سبب دارن، شاید یگان چیزی هست که با خودشان در این باره مشورت کنید، اما من این چیز را گفته بودم. من هم خواهر در مصر بودم. نام شما چی است؟ خواهر عزیز نمیدونم اینجا اگر با من شناس شدنی هستید رقم های مرا میتوانید از کارگران گیرید و در مصر من هم بودم و در اونجا خواهرهای زیاد بودن. ولی به هر حال اینجا با مسلمه احمدی همیشه برآمد میکنم که نام شخصی ام را یا گفتیم نام اساسی پاسپورتی من سلامت است. اوچه یحیی گویان در مصر خواهرها میشناختم. و تا اینجا که اومدیم عزیزان درباره موفقیت و کمی دیگری هم که وقت داریم بیاید درباره یکی از مسئله های دیگر، مسئله اهمیت هم صحبت کنیم و اگر سوال شد باز در میان میگذاریم درباره اهمیت دادن به هم دیگر. یعنی مسئله اهمیت دادن در اولهای زندگی خیلی خوب است، عروس و داماد به هم خیلی اهمیت میدهند، این چیز هست، اما مشکلی زمان پیدا می شود که کمی سن سالشان بالا شد و از همه بدترش بعد از تلفن ها پیدا شدن. خیلی که گفتم
مردهایی هستند که آنها اهمیت میخوان، شاید خیلی در یک مشکلی دچار شدن که اولین تسلیت را از همسر خود انتخاب هستند یا ببخشید انتظار هستند، یا مردهایی هستند که در یک مشکلی های هستند که بجز همسرشان کسی آنها را درک کرده نمیتواند، ولیکن همسر نادیدگیری کند، یعنی طور مناسبت کند که گویا که این از این چیز بیخبر است و بعضی ها حتی میگویند هر چیزی که کرد به گناه خودش است، جزایش رو ببیند. ببخشید در اینجا این کاملا گفتیم بی انصافی هست، یا حتی گفته میتوانیم که یک بی‌وفاگی بین همسر است، یا برعکس مردهایی هستند که میدانند که همسر آنها محتاج به اهمیت است، نیاز دارد که کسی او را تسلیت دهد یا دستگیری کند به خاطر یا بیماری یا هزار یک مشکلی که امروز به سر مردم تاجیک یا به سر مسلمان ها آمده ایستاده است. برای همین اهمیت دادن را باید خیلی خیلی جدی گیریم. یعنی بیمار هستی، به مشکلی دچار شده ای، چیزی دیگر، و زنی گفتیم به فراست و زنی با ذکاوت، زنی هست که از چهره شوهر یا از نگاه شوهر الکی میفهمد که او مشکلی دارد یا ندارد. برای همین حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم هم به حضرت عایشه گفته بودند که من میدونم کی تو غضبناک هستی کی غضبناک نیستی. وقتی قسم خورده گفتی پروردگار ابراهیم تو به من غضبناک هستی، وقتی گفتی قسم به ابو پروردگار محمد صلی الله علیه و سلم یا ابوالقاسم تو از من راضی هستی. و حضرت عایشه میگویند که پیامبر به خانه آمدن، از چهرهشون فهمیدم که غضبناک بودن، سپس من فهمیدم که از پرده‌ای که در آن صورت داشت من در خانه کرده بودم، آن را دیده غضبناک شدم، زود آن را گرفتم. یعنی در اینجا باید حتما فراست خود را یا گفتیم دیگر تجربه زندگی خود را استفاده کرد. و مسئله به اهمیتی تا اندازه می رود که زنها به جای اینکه درد خود را با همسر خود بگویند، به میان گذارند، حل کنند، درد خود را به بیگانگان میگویند. و از همه بدترش بعضی از زنهایی هستند که درد خود را به مرد بیگانه میگویند. یعنی یک مردی که با تلفن با او شناس شدن و یک بار و دو بار به اون زن محبت اظهار کرده، زن گمان میکند که از شوهرش که همیشه خشین و بد زبان است و زبان محبت را نمیداند، این بیگانه که کلا در شریعت حرام است، با این درد دل میکنند. و مردهای هم هستند که مسئله هایی که باید با همسر خود درباره فرزندان یا درباره یکی از مسئله های گفتیم اقتصادی خانه، خرید، قرض، از این چیزها با همسر خود نشسته حل آن را پیدا کنند، میروند با جوره های خود یا با یک نفرانی کاملا بیگانه، حتی با زنهای بیگانه این مسئله را در میان میگذارند. برای همین اول شده وقتی دیدید که همسر چیزی که به شما میگوید به دیگر میگوید، اولا فکر کنیم که شاید به اهمیتی ما به سخن او یا به اهمیتی ما به احساس او سبب شده ایستاده است که او چیزهایی که باید با ما در میان گذارد رفته با دیگران در میان گذاشته ایستاده است. و این درباره اهمیت دادن بود که حتما باید در یک خانه وجود داشته باشد. و چه خیلی که گفتیم این درباره کودکان انشالله یک برنامه دیگری میگذاریم که در خانه اگر به کودک اهمیت ندادید، کودک به دروغ گفتن شروع میکند، به بیماری های خود را به دروغ به بیماری زدن یا کارهای میکند که یعنی به من اهمیت دهند. لیکن ما که بزرگان مثل کودک دیگر نیستیم، عقل رسا پروردگار به ما داده است، ولی که انسان که در وقت علل خصوص مصیبت یا در حالت‌هایی که باید کسی به او یا با دستگیری خود حتی با زبانی محبت و مهربانی به او کمک کند و اهمیت دهد، این چیز رو وقتی نمی‌بیند یا کاملا با او بیگانه می‌شود یا می‌رود و از دیگران این چیز رو کفت و کوف می‌کند که این دیگر به فراق یا به پاش خوردن عائله ها سبب می شود. پس تا اینجا عزیزان برنامه ما بود درباره قدم سوم. اگرچه خیلی زیاد چیزهایی هست که باید گفته شود ولی وقتی ما هم محدود است. تشکر از یکی شما که با ما بودید، با سوالهای خود، با اشتراکتان و آنهایی که بعداً برنامه را میشنوید. پروردگار
به این گفته ها عمل کردن یک و یک ما را نصیب کند و الها هر یک شما، فرزندان شما، عزیزان شما عائله های موفق گردند، چون موفقیت در عائله این موفقیت در جامعه و در دیار می گردد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه.